چرا ما این مقدار اصرار بر غنیسازی کردیم و میکنیم و حاضر نیستیم ازش بگذریم ولو اینکه جنگ به ما تحمیل بشه؟ چون کسی حق نداره به ما بگه که چه باید داشته باشیم و چه نباید داشته باشیم. این بر اساس اصل نفی سلطه هست. من حقم هست که غنیسازی بکنم طبق قانون. غنیسازی مهم هست، ولی در کنار اون مهمتر این هست که جمهوری اسلامی ایران ثابت بکنه که از هیچ کسی دستور نمیگیره. الان هم آرایش نظامی اونها در منطقه ما را نمیترساند. ما اهل دیپلماسی هستیم، اهل جنگ هم هستیم. اهل جنگ هستیم، نه اینکه دنبال جنگ هستیم.